درود بر شما. با من همراه باشید تا با هم بریم به اهرام مصر و یه نگاهی به اهرام مصر بندازیم. اول باید بدونید که صدها هرم تو مصر وجود داره، اما ما میخوایم بزرگترینش رو نگاه کنیم و ببینیم این با تکنولوژی اون روز چگونه ساخته شده. بزرگترین هرم مصر اسمش جیزه است که اسم یک شهر در نزدیکی‌های قاهره است. شاید به نظر نیاد ولی یه عظمتیه برای خودش. 146 متر ارتفاع این هرمه و در ساختش 2,300,000 بلوک سنگی ازش استفاده شده. حالا بریم ببینیم چجوری ساخته شده. هر ساختمونی که بسازیم مهمترین جاش کجاست؟ یا فونداسیونشه. و این ساختمون با این وزن و عظمت فونداسیون خیلی قوی داره، چون اگه جز این بود تا الان فرو ریخته بود. فونداسیون این بنا دقیقاً شمالی جنوبی و شرقی و غربی ساخته شده. یعنی اگر ضلع شمالی جنوبیشو نگاه کنی دقیقاً رو به شمال جنوبه و ضلع شرقی غربیش هم نگاه کنی دقیقاً رو به شرق و غربه. جالبی این مسئله اینه که در اون زمان قطب نما وجود نداشته و با ستارگان جهت‌ها رو پیدا می‌کردن. اما هر جوری که پیدا کردن خیلی دقیق بوده و خیلی هم دقیق پیاده شده. هر کسی که مهندس این کار بوده خیلی ریاضیش خوب بوده، چون همه چی رو درست محاسبه کرده. 90% سنگ‌های این هرم از سنگ‌های آهک زرد ساخته شده. وقتی این هرم ساخته میشه روی اون سنگ‌ها آهک صاف براق نصب میشه. تو تاریخ اومده که وقتی اون سنگ‌ها روشن بوده از صدها کیلومتر اونورتر توی آفتاب می‌درخشیده و اون سنگ‌ها رو به مرور زمان دزدیدن و چیزی ازش باقی نمونده. میدونی چیزی که تو ساخت این هرم‌ها عجیبه چیه؟ تراشیدن و آماده کردن این سنگ‌هاست. چون اون موقع انسان‌ها به آهن و فولاد دسترسی پیدا نکرده بودن و فقط به مس دسترسی داشتن. و مس هم که میدونید خیلی نرمه، یعنی این سنگ‌ها رو با ابزارهای مسی تراشیدن که به نظر خیلی سخت میاد. اما داخل هرم عجیب‌تره و تماما با سنگ‌های گرانیت ساخته شده. و گرانیت هم که میدونید خیلی سنگ سفتیه. حالا گرانیت رو با چی می‌بریدن و می‌تراشیدن؟ دانشمندان به این نتیجه رسیدن که گرانیت رو با سنگ دولریت می‌بریدن و می‌تراشیدن. دولریت یک سنگ آتشفشانیه و با نام‌های میگروگابرو یا دیاباس هم شناخته میشه. بریدن و تراشیدن گرانیت با وسایل امروزی هنوز سخت و زمان بره. حالا اونا چجوری با سنگ دیگه نشستن و این سنگ‌ها رو بریدن و تراش دادن؟ دوستی میگفت میدونی چرا این کارو کردن؟ چون اون موقع کسی سرش تو گوشی نبوده و همه سرشون تو کار خودشون بوده. حالا باید از بیرون سنگ‌هایی که خود هرمو ساختن رو ببینیم. این بلوک‌های سنگی که می‌بینید شاید به نظر تو عکس کوچیک به نظر بیان، اما اینا هر کدومشون 1.2.5 متر عرض و طولشونه و 1.5 متر هم ارتفاعشونه و هر کدوم بین 6.5 تا 10 تن وزنشون بوده. حالا سنگ‌ها رو از کجا می‌آوردن؟ از 900 کیلومتر اونورتر. هر کدوم از این سنگ‌ها رفته توی قایق و از راه رود نیل اومده به جیزا. حالا باید از لب نیل تا دم هرم هم شه. برای این کار اونا چوب اسکی‌های بزرگ ساختن، چون نقاشی‌های قدیم نشون میده که اونها قطعات بسیار سنگین رو میذاشتن روی این چوبا و با تعداد نفرات زیاد مثل اسکی روی شنهای نرم اونجا میکشیدن و میرسوندن پای کار. شاید فکر کنید که توی شن گیر کنه، ولی وقتی میخواستن یه همچین چیزی رو بکشن روی شن، اول شن رو خیس میکردن و شن حالت براق به خودش میگرفت و راحت‌تر میشد اون رو سر داد. البته با هزاران نفر که هول میدادن و میکشیدن. وقتی در حال کشیدن سورتمه حامل بار بودن، چند نفر کارشون این بوده که مرتب آب بریزن جلوی سورتمه. بعضیا میگن که فقط آدما نمیکشیدن بلکه از حیوانات هم استفاده میکردن. خب تا اینجاش درست. سنگو اینجوری آوردن پای کار و فونداسیون هم که درست کردن. بچه اول و دوم هم که چیندن. حالا هرچی بره بالاتر سخت‌تر و سخت‌تر میشه. این سنگ‌های سنگین رو چجوری می‌بردن بالا؟ تئوری‌های زیادی رو در این مورد مطرح کردن، ولی هیچ کدوم ثابت نشده. چون هیچ اثری از این کار وجود نداره. نه نقاشی نه سنگ نوشته و در اون زمان هم که جرثقیلی هم نبوده که بتونن 10 تن سنگو
یک جا بکشن بالا. خلاصه هیچ گونه ایده ثابت شده ای وجود نداره. بعضی ها میگن که برده ها این کارو کردن، اما یه سری میگن که امکان نداره، چون اگه قرار بود برده ها این سنگ ها رو بچینن کنار هم به این دقت نمیشد، چون سنگ ها جوری تراشیده شده و کنار هم چینده شده که هنوزم نمیتونی یک کارت بانکی رو مابین سنگ ها جا کنی. میگن در باستان اطراف این هرم ها شهر بوده و اهالی اون شهر هم خیلی افتخار میکردن که بزرگترین هرم مخصوص پادشاه به بهترین شکلی تموم بشه و به بهره برداری برسه. برای همین همه کمک میکردن. مصری های باستان یک فرهنگی داشتن که همه چیز رو برای آخرت میخواستن، مثل همون مومیایی هاشون که همه فکر میکردن در آیندهشون همه زنده میشن. این هرم ها رو هم برای همین ساختن که مقبرشون باقی بمونه و خراب نشه. و جالبه بدونید که ساختمونی که به شکل هرم ساخته بشه محکمترین ساختار رو داره و با زلزله و طوفان و سیل خراب نمیشه، مخصوصا که فونداسیونش هم خیلی عالی باشه. هر کسی ایده طرح این هرم ها رو داده میدونسته که این ساختار در هم نمیریزه. این گزارش که بهتون دادیم داستان علمی این هرم هاست که همش با تحقیقات ارائه شده و کامل نیست و هنوز خیلی چیزا رو راجع به اینها نمیدونن. برای همین داستانهای خیلی زیادی رو برای اینها گفتن. یکی از جالبترین داستانها اینه که آدم فضایی ها اومدن روی زمین و اینا رو ساختن. این تئوری با اینکه با عقل جور در نمیاد ولی خیلی طرفدار داره و اونا میگن انسان ها هیچ موقع نمیتونستن در اون زمان این سنگ های 10 تنی رو تا ارتفاع 140-50 متری ببرن بالا، چون با تکنولوژی امروز هم یه همچین چیزی با وزن 10 تن رو بخوای روی سقف یک ساختمون 150 متری بذاری خیلی مشکله. میگن ساختمان جیزا 2580 سال قبل میلاد شروع شده و بعد از 26 سال تموم شده. فقط توجه داشته باشین که سنگ های همین هرم 2,300,000 سنگ بوده. به نظر شما این بنا که برای 3800 سال بلندترین سازه دست بشر بوده چطوری ساخته شده؟ این اهرام با گذشت بیش از 4000 سال هنوز هم عظمت و شکوه خودشون رو حفظ کردن. هر ساله اهرام مصر مسافران، گردشگران و علاقمندان زیادی رو که با هواپیما به مصر سفر میکنن رو مجذوب خود میکنه. همچنین ریاضیدانان و باستانشناسانی که از آنها بازدید میکنن برای کاوش، اونا هم در حیرت و تعجب باقی ماندن. خب دوستان، اگه تا انتهای ویدیو با ما بودید لطفا نظراتتون رو داخل کامنت ها برای ما بگید و کانالم لایک و سابسکرایب کنید.